سلام بچه، خوش اومدیم به این ویدیو. امروز اومدیم با ماکس دو بسته کینگی، بسته نارنجی و صورتی بریم آنباکسش کنیم. اول از نارنجی شروع میکنیم ببینیم کی بهمون میده. بچه ببینیم کیه. خب مینی فیگور، کارت محمد صلاح، برچسباش جرارد و این بازیکن میشناسم، برچسب مینی فیگور محمد صلاح و بچه بروشورش و کارت یوروی زلاتان، ببخشید کارت سایمر زلاتان ابراهیموویچ. بچه خیلی خوب بود این بسته. ببینید توی بسته بعدی هم شانس داریم. خب بریم سراغ بسته بعدی، بسته صورتی. باز کنیم کی بهمون میده. بچه فیگور لوکاس هرناندز کارتشه، برچسب مینی فیگور لوکاس هرناندز بروشورش. بچه اینم برچسب فرشاد پیوس این بازیکنم. خب بچه اینم مینی فیگورش. خب بچه خوشبختانه دو تا کارت خوب میگیریم، یه دونه یورو، یه دونه سایمر، دو تا از معروف ترین کارت های کیندی با اوورال 100 و روملو لوکاکو زلاتان ابراهیموویچ. بچه مرسی تو اینجا ویدیو با من همراه بودید. تا ویدیو بعدی، خداحافظ.